برابر شو. زا توجه بابای. محترم اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، سرفرمانده عالی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان، هیئت شخصی جزء تانوای اطراف سرحدی شهر توس، بخشیده و 29مین سالگردی تأسیس یابی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان سفر رستم، سردار ریاست قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلان گیلان مایور رجب زاده. سلام رفیقان. شما را به افتخار 29 سالگی تأسیس یابی قشون‌های سرحدی و روز سرحدبانان تاجیک تبریک میگویم. رفیقان، گنرال ها، افسران و سربازان قشون‌های سرحدی، همه شما را به افتخار سالگرد 29 تأسیس یابی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و روز سرحدبانان تاجیک صمیمانه تبریک میگویم. مرز دولتی در ردیف ارزش‌های ملی، زبان، تاریخ، فرهنگ و دیگر مقدسات ملی از جمله مهمترین عنصرهای صاحب اختیاری و صاحب استقلالی دولت می باشد. بنابراین یکی از مسائل مهمترینی که در نزد دولت ما هنوز در آغاز به دست آوردن استقلال قرار داشت، تأسیس دادن ساختارهای مرزبان بود. ولی عیناً در همان ایام کشور ما به گرداب مخالفت‌های شدید سیاسی و بعداً به آتش جنگ تحمیلی شهروندی کشیده شد. وابسته به این خاطررسان می‌نمایم که یکی از سبب‌های سر زدن جنگ شهروندی در سطح ضروری تامین نبودن حمایه سرحد دولتی به شمار می‌رفت. با مقصد هرچه زودتر برآمدن حفظ سرحدات کشور، ماه نوامبر سال 1992 در اجلاس تاریخی 16 شورای عالی قرار داخلدار قبول گردید که در اساس آن در نزد کمیته دولتی امنیت ملی بریگاد مخصوص مرزبانی تشکیل و بعد چند مدت با قرار ریاست شورای عالی در هیئت کمیته
ذکر شده ریاست حفظ سرحد تأسیس داده شد. این بعد جهت پیشگیری کردن عبور گروه‌های تندرو و افراطی و قاچاق سلاح و مواد مخدر توسط خط سرحدی دولتی ضرورت به میان آمد که 28 می سال 1994 در ساختار مقامات امنیت کشور قشون‌های سرحدی را تأسیس دهیم و این صحنه تاریخی را روز سرحدبانان اعلان نماییم. یعنی قشون‌های سرحدی مثل دیگر جزو تام‌های قواهای مسلح در دوره نهایت حساس و مشکلی تاریخ کشورمان، یعنی در زمانی که جنگ تحمیلی شهروندی هنوز ادامه داشت تأسیس داده شدند. با وجود مشکلات زیاد اقتصادی و مالیوی که در کشور خصوصا سالهای اولی تأسیس یابی قشون‌های سرحدی وجود داشتند، حکومت مملکت برای تأمین کردن شرایط انفراساختاری و مستحکم نمودن پایگاه مادی و تکنیکی ساختارهای مزبانی تمام تدبیرهای ضروری را عملی گردانید. حالا با گذشت سالها قشون‌های سرحدی به یک ساختار نظام معاصر و سپری با اعتماد حفظ مرز و بوم مملکت تبدیل یافته از جمله دستاوردهای بزرگ زمان صاحب استقلالی تاجیکستان به شمار می روند. از روزهای نخستین تأسیس یابی خود قشون‌های سرحدی در حفظ استقلال و آزادی وطن، حمایه امنیت دولت و جامعه و زندگی آرام مردم نقش باسزا گذاشته در مشکل ترین روزها برای حفظ مرزهای دولتی و پیشگیری کردن واردشوی گروه‌های متشکل و مسلح جنایی، اسلحه و مواد مخدر خدمت واقعاً تاریخی انجام دادند. در این روند یک نکته مهمترین را خاطرشان می سازم که سرحد دولتی تاجیکستان خصوصا در سمت افغانستان از لحاظ جغرافی مشکل ترین منطقه مرزی می باشد، زیرا قسم زیادی آن از موضعهای دشوارگذر کوهی می گذرد. با در نظر داشت این در دوران صاحب استقلالی جهت تأمین نمودن حمایه با اعتماد سرحد دولتی بسیار اقدامات ضروری از تشکیل اتریاد و کمانداتور و دیدبانگاه و نقطه‌های گذرگاه سرحدی سر کرده تا تأسیس مؤسسه‌های تعلیمی عاید به آماده نمودن متخصصان سرحدبان عملی کرده شدند. در برابر این برای بهتر نمودن حمایه منطقه‌های آسیب پذیر سرحد دولتی در همکاری با دیگر ساختار و مقامات تا امروز 198 پاسگاه علاوگی سرحدی تشکیل کرده شد. علاوه بر این با دستور رهبر دولت از ماه سپتامبر سال 2022 جهت تحکیم سرحدی دولتی و فراهم آوردن شرایط بازم بهتر زندگی و خدمت برای افسران و سربازان قشون‌های سرحدی بنیاد 77 انشاءات نوی سرحدی آغاز گردید. از این شماره خود همین روز 33 انشاءات از جمله 29 دیدبانگاه سرحدی، یک کمانداتور سرحدی، 2 پاسگاه سرحدی و یک خانه اقامتی برای 12 عائله سربانان عموماً در خود همین روز برای 166 عائله افسران سرحدبان و که خانه های اقامتی در مجموع برای 4000 نفر سربازان و افسران با بهترین شرایط به استفاده داده شد. در انشاءات امروز به استفاده سپارده شده شرایط درجه بلندترین خدمت
تعلیم، استقامت، نگهداری تکنیکا و دیگر امکانیت‌های ضروری معاصر مهیا کرده شدند. ساختمان 53 انشاءات دیگری سرحدی با صورت ادامه دارد و تا ماه سپتامبر سال روان، یعنی در عرفه جشن سالگرد استقلال دولتی به استفاده داده میشود. سال 2024 که جشن 30 سالگی تأسیس یابی قشون‌های سرحدی می باشد، باز 15 دیدبانگاه دیگر و یک چند اترادهای سرحدی در مرزهای بلانکو پر آماده می گردد. در رابطه با این باید گفت که سالهای آخر از حساب امکانات‌های داخلی قشون‌های سرحدی و مقامات اجرای حاکمیت دولتی شهر نایاب 374 انشاءات سرحدی تجدید و از نوسازی گردیده، 487 انشاءات و بناهای دیگری سرحدی از تعمیر برآورده شدند. تعمیرات قشون‌های سرحدی با تکنیک حربی نیز سال به سال بهتر شده. در مدت 5 سال آخر با مبلغ‌زاری حکومت مملکت زیاده از 400 تکنیک نو و تجهیزات معاصر سرحدبانی خریدار گردید. امروز برای احتیاجات هیئت شخصی و دیگر ضرورت‌های نظامی که در شرایط کوهستان پیش می آیند 100 تکنیک خریداری و به جزو تام‌های قشون‌های سرحدی سپارده شد و قسم زیادش در نمایش نزد شما گذاشته شده است. خود همین روز تنها در 2 منطقه سرحدی پنج پایان و شمسه شاهین زیاده از 32 کیلومتر راه به استفاده داده شده تا دیدبانگاه‌های سرحدی شرف 14 کیلومتر و شاهان 7.5 کیلومتر خط انتقال نیروی برق مورد استفاده قرار داده شد. بنیاد راه در موضع دشت سویون 3 سال این جانب ادامه داشته تا امروز 43 کیلومتر آن آماده گردیده است و سالهای می بعد باز 90 کیلومتر دیگر پورا بنیاد می گردند. با در نظر داشت اهمیت کلیدی آماده کردن متخصصان بلنداحساس حربی از جمله برای ساختارهای مرزبان، حکومت مملکت به این مسئله اعتباری اولین درجه می دهد. طی 10 سال آخر 1200 نفر جوانان دانشکده عالی سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و 600 نفر مؤسسه‌های تحصیلات عالی کشورهای خارجی را ختم نموده امروز در قشون‌های سرحدی خدمت کرده ایستادند. حالا در دانشکده عالی سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی 500 نفر و در مؤسسه‌های تحصیلات عالی سرحدی خارج کشور بیش از 300 نفر جوانان ما یعنی متخصصان سرحدبانی آینده تحصیل دارند. وابسته به این خاطر نشان می نمایم که رهبریت قشون‌های سرحدی خصوصاً هیئت افسران و آموزگاران دانشکده عالی سرحدی، مرکز تعلیمی پایتخت و دیگر مؤسسه‌های تعلیمی قشون‌های سرحدی باید پیش از همه به تکمیل سطح دانش و کسبیت خود در رویه بلند خودشناسی و وطن پرستی، افتخار ملی و صداقت به خلق و وطن، تربیت کردن دانشجویان، اینچنین آموزش عمیق زبان‌های خارجی دقت جدی ظاهر نمایند. در طول قریب 13 ساله موجودیت قشون‌های سرحدی برای حفظ مرز و بوم وطن، برقرارسازی ساخت کنیسانی، حمایه آرامی و ثبات مملکت و زندگی آسوده مردم تاجیکستان هنگام اجرای وظیفه‌های خدمتی، عملیات و محاربه‌های ضد تروریستی، مبارزه بر ضد قاچاق سلاح و مواد مخدر، 150 نفر خدمتچیان حربی جزو تام‌های مرزبان جان خود را قربان کردند. مردم تاجیک و حکومت مملکت نام نیک و جسارت و فداکاری آنها را همیشه گرامی خواهند داشت. از جانب رهبریت دولت و حکومت مملکت با در نظر داشت خدمت صادقانه خدمتچیان حربی قشون‌های سرحدی
تا امروز 129 نفر افسران و سربازان با مکافات‌های دولتی و رتبه‌های عالی حربی قدردانی گردیده، همچنین جهت بهتر گردانیدن شرایط اجتماعی 1700 عائله افسران مقامات سرحدی با منزل اقامتی تامین کرده شدند. روند بهسازی شرایط خدمت و زندگی سرحدداران از جانب حکومت مملکت من بعد نیز ادامه داده میشد. محترم افسران و سربازان کشتی‌های سرحدی، وضع مرکب و پیشگویی نشونده منطقه و جهان ما را وادار می‌سازد که در سمت حفظ سرحدات و تأمین نمودن امنیت جامعه و دولت تدبیرهای علاوه‌ای را عملی نماییم. خصوصاً تا فعال گردیدن گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی و ظهور گروه‌های نوی جنایتکار فراملی تقاضا می‌نماید که هر یک سرباز و افسر با ننگ و ناموس به خاطر حمایت خاک مقدس وطن عزیزمان هوشیاری کسبی و زیرکی سیاسی را از دست نداده خدمت را صادقانه با احساس گرم وطنداری و در سطح بلند کسبی اجرا نماید. شما افسران و سربازان مرزبان که در صف پیش حمایت منفعت‌های ملی، حفظ سرحد دولتی و ثبات و آرامی ساکنان مملکت قرار دارید، همیشه در خاطر داشته باشید که رعایت طلبات آیین‌نامه‌های حربی و انتظام قطعی حربی اساس فعالیت هر روزه شما می باشد. علاوه بر این شما باید همیشه هوشیار و زیرک باشید. سطح کسبیت و دانش و مهارت خود را بلند بردارید. وطن و هر وجب مرز آن را دوست دارید و سوگند حربی دولت و خلق تاجیکستان صادق باشید. شما هرگز فراموش نسازید که مرز دولتی از جمله مقدسات ملی بوده. حمایت آن رمز ننگ و ناموس وطنداری و شأن و شرف هر یک جوانمردی با ننگ و ناموس وطن می باشد. تکرارا تاکید می نمایم که حمایت هر یک پاره خاک مقدس تاجیکستان محبوبمان قرض فرزندی، وظیفه جوانمردی و شرف و افتخار بزرگ برای تمام هیئت شخصی قشون‌های سرحدی از گنرال‌ها تا افسران و سربازان به حساب می‌رود. باور دارم که هر یک شما من بعد نیست رسالت جوانمردانه خود را برای حفظ سرحد دولتی، حمایت ثبات و آرامی، امنیت ساکنان کشور و منفعت‌های ملی و دولتی صادقانه اجرا می‌نمایید. بار دیگر همه شما مردان دلیر و شجاع کشور و محافظان وطن عزیزمان را به افتخار 29 سالگی تأسیس یابی قشون‌های سرحدی و روز سرحدبانان تاجیک صمیمانه تبریک گفته در جاده خدمت با شرفتان حمایت مرزهای دولت صاحب اختیار تاجیکستان و امنیت ساکنان مملکت برای کامیابی آرزو می نمایم. همیشه صحتمند و سربلند باشید مرزبانان صادق وطن. با سرفرماندهی عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان شرف رد زو با مرشی تنتنوی bayrak جنگی رو برو دیگران برست در مسافه یک صف بند توجه برست مقدم مارش
اینک تحت سازون نوای ارکستر حربی نفسی نخست به سوی منبر افتخاری افسران قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان نزدیک می‌شوند. امروز با مناسبت 29مین سالگرد تأسیس یابی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان هیئت شخصی قسم و واحدهای نظامی این شاخه قوه‌های مسلح گذشت نظامی دایر می‌نمایند. نگاه کن بدین لشکری نامدار جوانانی شایسته کارزار همه سر به سر تن به کشتن دهیم از آن به که کشور به دشمن دهیم. قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان یک جزء مهم قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان بوده. هیئت شخصی این قشون پیوسته سرحد دولتی جمهوری تاجیکستان را جسورانه و دلیرانه محافظت می نمایند. مرزبانی کشورم پاسبانی منظر و بام و درم یادگاری آر و ناموسی پدر پاسداری آرزوی مادرم. قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در طول 29 سال فعالیتش با دستگیری‌های سرفرماندهی عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان به یک نیروی بزرگ و توانا تبدیل یافته است. شکر صلح و شکر استقلال دولت میکنیم شکر از غمخواری پیشوای ملت میکنیم. ما که مرزبانی تویم هرگز نمیبینی خطر سرحدت را پنجره با نور چشمان میکنیم. بهر حفظ مرز و بومت تاجیکستان ای وطن جان اگر لازم شود ما جانفشانی میکنیم. مرز مستحکم کفیل امن و آسایش بود. حفظ امن و وحدت و صلح و امانی میکنیم. متن سوگند صداقت بر وطن دیوان ما هر نفس با یاد خود سوگند خوانی میکنیم. بر وطن خدمت زبانی چیست جانی میکنیم. مرزبانیم و وطن را پاسبانی میکنیم. چیست خاکی میهن ما هستی ما را کفیل این کفالت را شعاری جاویدانی میکنیم. پیشوای ملت ما قهرمانی برحق است. پیروی کرده به سرور قهرمانی میکنیم. تاجیکستان ای وطن آسوده و فرخنده باش سرحدت را صادقانه پاسبانی میکنیم. تا جان در رمق من حامی تویم بیشکفته چون شفق من حامی تویم. در مشق علم حرب یا ساعت نبرد برداشته سبق من حامی تویم. چون دادران ایستاده ایم در خط سرحد تن به تن در حفظ ایمانی پدر در خدمت مادر وطن.
قسم بر روحی رفتگان، به ننگ و نام جاویدان. مبارزی وطن منم، محافظی وطن منم. رفتگان قسم بر روح پاکی بهر این وطن و زیر خاک خفتگان. قسم به ارج این سما و خاکستر این زمین. قسم به روزهای رفته و روزهای نیکی بعد از این که لشکران با وفای میهنیم. هم دل و بمون هم تنیم که در دفاع امن خلق و دولتیم. ای هر امر پیشوای ملتیم. که پاک بخوبان دلبران. قسم که لشکران با وفای میهنیم. به خلق هم دل و بمون هم تنیم که در دفاع امن خلق و دولتیم. ای هر امر پیشوای ملتیم.